صحبت درباره هنر استاد سرانگ کمی مشکل است، برای که وقتی یک انسان میخواد هنر یک کس را ارزیابی بکنه، حداقل باید ظرفیت هنری از او، تحمل از را داشته باشه که درک کنه که کس را که درباره از او تبصره میکنه هنر از او به کدام سویه است، در حالی که من به هیچ وجه این قدرت یا این صلاحیت به خود نمیبینم که درباره هنر استاد مرحوم چیز بگویم. اما از لحاظ حقی که از نقطه نظر شناسایی، دوستی، همکاری و همنشینی بالای تمام هنرمندان استاد مرحوم داشت، ناگزیر هستم که چند کلمه عرض بکنم. استاد سرانگ گرچه یک هنرمند اختصاصی کلاسیک بود که آن یک قسمت زیاد عمر خود در قسمت ریاض موسیقی گذاشتنده بود، اما در پالی از استاد مرحوم هیچ وقت از ذوق و از چیز را که مردمش دوست داشت از او هیچ وقت تو در دور نگاه نداشته بود. در پالی کلاسیک از بدو کار خود در قسمت غزل، در قسمت آهنگ‌های محلی و حتی در قسمت آهنگ‌های فولکلور پشتو هیچ وقت غافل نبود و همیشه در پروگرام‌های رسمی خود، حتی در چند کنسرتی که من افتخار همراهی رو به همراه از اونا داشتم، من خودم شاهد بودم که در پالی ازی که موسیقی کلاسیک در اوج به حد علایش عرضه میکرد، در ختم پروگرام خود همیشه یکی دو آهنگ محلی کشور خودم در اوج معرفی میکرد، برای از که همون دین را که در مقابل مردم خود، در مقابل کشور خود و در مقابل موسیقی کشور خود داشت او را ادا کرده باشد. در پالی از او در قسمت موسیقی کلاسیک یکی از خصلت ها بگویم یا یکی از رشته های مهمش ایست که انسان چیز را که میخوانه او را به معنیش بفهمه. مثلا الفاظ کلاسیک تمام از سانسکریت است یا تمام از بولهای است که در هندی ترتیب شده و اگر یک کس معنی هندی را نمیفهمه یا معنی بول را که میخوانه نمیفهمه، ادا کردن از او بسیار مشکل است، برای که معنی لفظ در موسیقی میموره. اما استاد مرحوم نظر به تسلطی که در لسان هندی و اردو داشت، تمام بولهایی را که میخواند فهمیده میخواند و از لحاظ بیدیه که یک کلمه فنی در موسیقی کلاسیک به نام ذخیره علمی یا یک اندوخته علمی، در او قسمت استاد سرانگ از هنرمندایی بود که راستی در تمام هندوستانم با او عمق احترامی که داشتن از لحاظ ازی بود که میگفت هر دفعه که در هندوستان ما یک چیز نو از او میشنیم و هیچ وقت در یک راگ یک بول تکرار نمیکرد که خودش امو پیمانی امو دانش موسیقیش در قسمت کلاسیک برای مردم ظاهر می ساخت. و همچنان در ملک خود در قسمت غزل به جرات گفته میتونم که بهترین غزل ها رو یاد کرده بود، بهترین تک بیت ها رو یاد داشت و در هر مجلسی که میشیشت فلبدیه میخواند و حتی از هر کس که یک فرد خوب میشنید میگه فورا نمیره برای من نشته کو و در محفل دیگه آدم میره از زبان استاد میشنید و خودش میگفت که یک هنرمند از لحظه که به دنیا میاد تا وقتی که میموره به صفت یک گدایگر باید باشه و این احساسش بود که حتی در قسمت موسیقی هم از هر استاد که یک بول خوشش میامد از او یاد میگرفت. از لحاظ ایره به جرات گفتم میتونیم که ما امروز یک گنجینه موسیقی را از دست دادیم و جای استاد مرحوم نه تنها در بین هنرمندا بلکه در بین تمام هنردوستای افغانستان و کشور عزیز ما برای همیشه خالی خواهد بود و ما در حالی که روان از او را شاد میخواهیم از شعبات مربوط یک خواهش داریم که همین کتاب موسیقی به نام نغمه طرب استاد که خودشان تنظیم کرده بود و شکل پراگنده ای در مجله پشتونژغ وقت نشر می شد، ای را جمع‌آوری کرده و ای گنجینه را و ای یک مؤخذ
ارزشمند در اختیار اون کسایی که علاقه به موسیقی کلاسیک داره بگذارن. یک خدمت بسیار بزرگی برای نسل جوان و برای اون کسایی که میخواین یک گام در قسمت کلاسیک برداره یک مشعل راه خواد بود. ما در حالی که روان استاد مرحوم شاد میخوایم برای تمام هنرمندا و برای تمام دوستدارای هنر و اهل فامیل استاد تسلیت میخوایم.